سلام عزیزای دلم، امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد درس 2 آداب دوستی کتاب مطالعات اجتماعیتون با هم دیگه صحبت کنیم. حتما همتون این ضرب المثل رو شنیدین که میگه دوست پیدا کردن کار آسونیه اما نگهداری اون مشکل. منظورش از این ضرب المثل چیه؟ منظورش اینه که حفظ و نگهداری دوست و دوستی کار سختیه، مشکله و آداب خودش رو داره. شما فکر کنید در مورد این سوال من چه آدابی رو ما باید رعایت کنیم تا بتونیم دوستی‌های طولانی مدت ادامه دار داشته باشیم و حفظ کنیم روابطمون رو. خیلی آداب هست، اما یک سری از توصیه‌ها رو من اینجا بهتون میکنم. مثلا به عنوان مثال توی روابطمون و دوستی‌هامون سعی کنیم احترام رو حفظ کنیم. یه مورد دیگه، اگر دوستمون اشتباهی کرد و از ما عذرخواهی کرد اون رو بپذیریم. مورد بعد، اگر دوستمون خطایی کرد عیب‌جویی نکنیم ازش و سعی کنیم در خلوت خودمون بهش تذکر بدیم و مشکل رو حل کنیم. مورد دیگه، سعی کنیم تو دوستی هامون با همدیگه همدل باشیم، همدلی کنیم، خیرخواه هم باشیم، صادق باشیم با همدیگه. و خیلی موارد زیاد دیگه ای که اگر ما این آداب رو رعایت کنیم حتما میتونیم دوستی های خوب و بلند مدت و ادامه دار داشته باشیم. یکی از مطالب مهم و موارد مهم که تو دوستی هامون باید رعایت کنیم حد و مرز دوستیه. همه روابط یک حد و مرزی دارن که وقتی از حد و مرزش بگذره ناخوشایند و آزاردهنده میشه برای دو طرف. حتما همتون دیدین که بعضی مواقع بعضی از دوستان به حدی به هم وابسته میشن و حد و مرزشون کم میشه که اگه حتی یک روز همدیگر رو نبینن احساس بدی دارن و ناراحتن. چرا عزیزای دلم؟ چون حد و مرز رو رعایت نکردن و یک وابستگی خیلی زیاد و آزاردهنده‌ای بینشون به وجود اومده و در واقع میتونیم بگیم که آرامش روانیشون رو به هم زده. پس نکته خیلی مهم تو آداب دوستی رعایت کردن حد و مرز دوستیه. نکته دیگه و یک مهارت خیلی مهم دیگه تو دوستی مهارت نگفتن. یعنی چی؟ یعنی که ما بتونیم به موقع به دوستانمون نبگیم. من این رو با یک مثال براتون توضیح میدم. حتما برای همتون مواقعی پیش اومده که در موقعیت‌هایی دوستان شما از شما کاری، چیزی یا خواسته رو میخوان که شما از ته دل دوست ندارید اون رو انجام بدین، چون از نظر شما و عقاید شما این کار و این خواسته درست نیست، نادرسته. میل ندارین که این کار رو انجام بدین، اما از طرفی هم پیش خودتون فکر میکنید که اگر من این خواسته رو انجام ندم دوست من ناراحت میشه، یا ممکنه دوستای دیگه من رو حتی مسخره کنن و بگن این چقدر بچه است. اینجا ما باید مهارت نگفتن رو بلد باشیم که هم بتونیم دوستیمون رو ادامه بدیم و همین که در حین دوستیمون دچار خطا نشیم و حتی مواردی خودمون و خانوادهمون رو به دردسر نندازیم. به عنوان مثال، یک روز مجید و احسان میرن دنبال دوستشون رضا که با هم برن پارک. از طرفی مامان رضا رفته بیرون از خونه و رضا میبایست که تو خونه بمونه و از برادر کوچیکش مراقبت کنه. مجید و احسان اصرار میکنن به رضا که رضا بیا با هم بریم پارک و بازی کنیم. رضا به دوستاش خیلی قاطعانه اما محترمانه میگه که من نمیتونم امروز با شما بیام پارک، دوست دارم که با شما بیام اما نمیتونم به دلیل اینکه مامانم خونه نیست و من میبایست که از برادر کوچیکم مراقبت کنم. همینطور که متوجه شدین تو این مثال، اگه دقت کنین رضا مهارت نگفتن رو بلده و در ضمن در حین بلد بودن این مهارت 3 موضوع رو خوب رعایت کرد. موضوعات چی بود عزیزای دلم؟ این که چون اون خواسته دوستانش نادرست بود به اونها نگفت، به چه صورت؟ خیلی محکم و قاطعانه. 2، اما این خواسته خودش رو، نگفتن خودش رو خیلی محترمانه به دوستاش گفت در عین اینکه قاطع و محکم گفت. 3، دلیل نیامدن و در واقع به کلی‌تر بخوام بگم عزیزای من،
دلیل رد کردن خواسته دوستاشو براشون توضیح داد. پس این شد مهارت نگفتن و اینکه این 3 مورد رو رعایت کرد رضا، یعنی هم محکم و قاطع گفت، هم محترمانه گفت، هم دلیل رو توضیح داد. این هم یکی از آداب دوستیه. امیدوارم که همه شما عزیزانم تو دوستی هاتون بتونید آداب رو رعایت کنید و دوستی های خوب و ادامه دار داشته باشین. ممنونم از اینکه توجه کردین. خدا نگهدارتون.